آلیس خانم به خونه ما خوش اومدی. یادش بخیر. مرسی عزیزم. آلیس جون خوش اومدی عزیزم. مرسی. این صندلی از اون موقع است. چقدر کوفتم. اولین بار خونه ایرانی سوری داریم. جون آب گم داغه؟ نه آب گم سرده. با چی میگم؟ سوالیه. آب داغه؟ داغه عزیزم داغه. نه هم. قبول داریم بچه‌ها. هیچ کجای دنیا خونه این خود صندلی آدم دستی نمیشه. ایرانی کار دسته ها. الان میام پیشتون. چرا برا ما پدرش اومده خونه بابانت؟ اینجا ایرانه دیگه. همه 24 ساعتی خونه هم دیگه. ببین. بدنم ببین چقدر رو فرم بود زمانی که فوتبال بازی می‌کردم. سوری جون بیا. شما یکم دیرتر بیا. میاری من یه دوش بگیرم. چند تا حاج بر سر. عکس بچگی رو. گوگلی. آلیس میخوام شما رو با پوشش سنتی مردای ایرانی تو خونه آشنا کنم. آلیس پیژامه. پیژامه. آلیس. میمیرم برای این شوخیاش. آلیس پیژامه آلیس. ببخشید پیژامه آقا جون خدا بیامرز من پای شما چی کار میکنه؟ مادر پیژامه من شسته خیس اینو پوشید. برای شادی روح مرحوم کریمی صبر کن ببینم. مامان من چرا باید پیژامه شما رو بشوره؟ که با دست نمیشورم ما در ماشین میشوره. طفلی خودش با دست زیرپوشش تو همون بالا میشوره دیگه. راست میگی دیگه چرا این پایین نمیشوری؟ زیر نظرم ببینم مگه مسئله بالا پایینه؟ چرا اصلا تو حموم خونه ما میشوری؟ من که نمیتونم تو حوض میدون ونک بشورم که عزیزم. صبر کن ببینم بهرام. بله. تو ماجرای من و سوری جونو به ساسان جان نگفتی؟ کدوم ماجرا؟ ماجرا چیه برام؟ یادم رفته بود ساسان بهت بگم پدر من با مادر تو ازدواج کرده ما دوتا داداشیم بیا ببینم چی مبارک بشه شما خیلی بیخود کردی کی به شما اجازه داد که مسلط باش. پسرم چیه بابا ساسان چی کار میکنی؟ شلوار جد آباد تو چه کردی بابا تو خشک به مادرت اینجا آبروی فرهنگ ایران فرهنگ ایران رو داری از بین میبری میگن نکن مادر ندیده بودم الان آبرو تو بکن ولش کن بذار در بیاره